سرخط خبران. ما در این جنگی رو بهش وارد شدیم که میدونیم میبریم. ابراز رضایت واشنگتن از کاهش قدرت تهاجمی ایران در روز پنجم جنگ. همزمان یک فرمانده نظامی آمریکا میگوید موج حملات اولیه این کشور به ایران 2 برابر جنگ عراق بود. انهدام رزمناو ایرانی در اقیانوس هند با اژدرهای یک زیردریایی آمریکایی. دست کم 80 ملوان کشته شدند. رهگیری اولین موشک ایرانی در ترکیه. ناتو اقدام تهران در هدف گرفتن یکی از کشورهای عضو را محکوم کرد. آمار جدید از کشته‌های ایران در طول 5 روز جنگ. بنیاد شهید میگوید 1045 نفر تاکنون تشییع شدند.